تا آخر ببین. میخوام یکی از عجایب بزرگترین بندر ایران رو بگم. اینجا شاهراه صادرات و واردات و بزرگترین بندر ایرانه. اینجا بندریه که به دلیل ارتباط بازرگانی ایران و اروپا دروازه اروپا نام گرفته. این بندر مه‌آلود با 700 سال قدمت به دلیل بارون زیاد لقب اروپای کوچک رو گرفته و رکورد پربارانترین شهر جهان رو تو یه روز داره. اینجا ونیز نیست، شهرکی با جادوی رنگ‌ها رو به آب در بندر انزلیه. شهر نیلوفرهای آبی یکی از قطب‌های ورزشیه و این به دلیل تعصب و علاقه شدید مردم شهر به تیم فوتبال ملوان بندرانزلیه. نام قدیم بندرانزلی چراغ پشتان بوده که به گفته اهالی اینجا شهر گمشده‌ای با جمعیت 400 نفری بوده که به طور مرموزی یک شبه به زیر آب میره. مکان اون همون مرداب انزلیه و هنوز کسی از عاقبت اونها چیزی نمیدونه. برای